برای من گفتم ویدیو نکن، چیز نکن. گفتم من روام مصلحت میکنم. گفتم حاضر عبدالرزاق در کجا است؟ از یوتیوب از این چیزا ما پول نگرفتیم. راستگاه وقتی که سوم گفت دادگی نبوده. بعد این شرطنامه 50 و 50 چقدر پیدا شده بود؟ الو السلام علیکم. علیکم السلام. حاضر عبدالرزاق بران کلا جدا شدند همین خیلی؟ من راستگاه نمیفهمم. همین اینو در همین دبی عربستان بودن، خورد عربستان شدگی من نیگان که به خدا نمیدونم. حاضر عبدالرزاق در کجا است؟ عبدالرزاق در عربستان. تا جایی ما فهمیدیم، معلومات گرفتیم، ویدیو را تماشا کردیم احمد جان. همین سبب جدا شوی و همین ویدیو کنی ها همون است که بران پول های عبدالرزاق گرفته است. شما میتونید همین را تصدیق کنید که گرفته در حقیقت یا اینکه نه؟ من راستگاه نمیدونم، این عربا میدونم. اینو عربا قاپیدگی، من نقاپیدگم راستگاه. همین اگر تخمینا بگیم چقدر مبلغ به شما روان کرده در طول همین 3 سال برام؟ در 3 سال من با یک هرچی که یکون کس میداد عبدالرزاق با روی میکردن راستگاه 2000 3000 1500 یکون کس اگر عبدالرزاق با میداد میدادند. از یوتیوب از این چیزا ما پول نگرفتیم راستگاه. همین عربستان رفتن اومدن ما 90,000 پول داد تمام. 90,000 سومانی هم از همه پولی کلانی داداش 90,000 سومانی است همشه؟ راست. مسئله که در دهاتون وای میسازن، مهمانخانه میسازن، همین خیلی سر و صداها بود، همینا چی شد؟ ساختید؟ اینا یکان چی نیست، با کدام پول میسازید؟ همین نزدیک به 90,000 سوم پول یک بار عربستان رفتن اومدن و 90,000 سوم پول داد که اقلا باور میکنید 3 ساعت زمین گرفته نشد. وقتی که 3 سال پیش برام نزد شما رفت برای اینکه عبدالرزاق پایتخت بیارد، همین یگان نمود شرطنامه بود میدونی شما چه؟ شرطنامه بود. این چه شرطنامه بود و کدام پونکت‌ها را داشت؟ 50 ما شرطنامه کرده بودیم با خطی برام خطی. یعنی 50 و 50 فایده ها؟ 50 فایده بگیر گفتم 50 فایده بابتی. انا بیست وقتی که 50 و 50 باشد یعنی از کجا به کدام دلیل معین میشه که مثلا بران 100 سومانی کار میکند و 50 سومانی به شما روی میکند؟ همین چه معین میشه؟ رحمت این عموما اینش نمیفهمم راستگاه. برای که قطعی استاد بود انا عبدالرزاق قطعی کار میکرد راستگاه سمپم من یگان چی گپ زدگیم نی راستگاه. وقتی که سومپون گفت دادگی نبوده بعد این شرطنامه 50 و 50 چقدر پیدا شده بود؟ او وقتی عبدالرزاق بردم با ما شرطنامه کرده بودیم. این شرطنامه بگید دیگر اسم همین شرطنامه را بگید چه اسم شرطنامه بستید که نمیدونید که چند سومانی کار میکرد؟ چقدر شرطنامه چقدر میشد با نفهمیدم. این سومانی کار میکرده یا خودش میفهمد ما نمیفهمیم. من بگفت که من برای تو 50 پرسین دوده استودم گفت راستگاه من گم نزدم راستگاه. امر جان لبا بخشیش نکی یعنی شما نمیگفت که من 50% شما دا پول رای کردم همین خیلی؟ انا یعنی همون جمعی همون پول شما چقدر معین میکردید و چقدر باور میکردید که 50% همون پول برای شما اومده ایستاد؟ نه چقدر میفهمید شما؟ اینا ما گفتند که از یوتیوب ما گفتن مثلا 1 میلیون پراسموتر شود $200 پول میگیریم. گفتن $200 2000 سوم میشود می. بله ما گفتن ما 2000 سوم 3000 سوم میگیریم. گفتن برای همون راستگاه همه 2000 سوم میفرستوندن ما. عبدالرزاق چند ماه پیش باید با یک بلاگ روس خسبی جنگ میکردن و یک نفر پیدا شد برای اینکه همین ها جنگ نکنن 1 میلیون روبلی که 150,000 تومان میشود داد به هر جمین نفر را. از همون 1 میلیون روبل برای شما 500,000 روبل روسیش روان کرده شد؟ نه شما از همین خبردار بودید؟ خبردار بودم. موافق اون شرطنامه که شما بسته بودید که یعنی 50 به 50 دعوا کردید که مثلا 500,000 ما روان کرد هم خیلی دعوا کردید شما؟
ما برون اومدگی بود ترسیدم. ما گفتم همین سومی که برای خاصبیک دادن، گفتم برای عبدالرازق دادن کنی، گفت که من گفت دستیش محکم کرم موندگم یک روزی به صاحبش برگردون نمیتونم بود. مدام که ای منیجرشان برون جدا شدن، بعد این فعالیتش رو چخل دوام میتید؟ آینده دا چکار کردن یا چخل میشود؟ برادر راستیگم نمیفهمم، ولی عبدالرازق میبیاید خدا خواهد همش عمیق میشود، همش کجا فعالیت میکند چی میکند خودش میدوند. راستیگم دما عموما یگان گپ زدگی نیست. میشوند با آینده همکاری کنن یا که با فکر شما تمام؟ نمیدونم راستیگم. برای من گفتم ویدیو نکن چیز نکن، گفتم من روام مصلحت میکنم، گفتم من قطع تو گپ زدگی برام بی عقلی کرده. حاضر من در رسانه ها هر خیلی گپا گفته استودیم. عبدالرازق در اینجا یگان گناه نداره راستیگم. مدامی که همون گپ‌هایی که در اینترنت سازی گفته استادن شما با خبر باشید جوابتون با همون قدر مردم چه سازی شما بگید هم با میاد چوکتون مردم حالی نفهمیده استادن برای گپ ما زدگی یعنی که حالی مردم عبدالرازق گناهگار کرده استادن لیکن خودشون هیچی نفهمیده استادن. عمر جان بابا سلامت باشه. ما دیگه وقت شما رو میگیریم. رحمت کلام برای صحبت برای کار مایل زیر نشوید، همه شال میشود به نزدیکی همه میفهمن گپتون. مایل برای کار زنده باشید. مایل